نیست. اعضای شورای ملی 50 نفر در کل کشور هستن. ببین الان توضیحشو میدم. شورای مالیاتی فقط تهرانه، یعنی ما استان‌های دیگه، شهرهای دیگه نه شعبه داریم نه دفتر داریم، همش میاد تهران. مقرش هم توی سازمان مالیاتی توپخونه است، خیابون سور اسرافیل. 49 نفر هستن کسایی که میان توی شعب نشستن، یه نفرم رئیس شوراست. اگر یکی از نمایندگان در جلسه حضور نداشته باشن یا جلسه رو ترک کنه چی میشه؟ گفتم دیگه، اگر تو جلسه شما بری 2 نفر باشن یا 1 نفر باشن، شما میتونی جلسه رو ترک بکنی، بنویسی با عنایت به عدم رعایت ترتیبات مقرر در تبصره که ماده 244 جلسه فاقد وجاهت قانونی بوده و درخواست برگزاری مجدد آن را دارم. رأی شوراها رو توضیح میدید. رأی یه غلط املاییه، نه نمیدونم چرا اینو سازمان رأی شوراها نداریم، ما رأی شورای مالیاتی داریم. نمیدونم چرا اون نمیشه توی این مدیا. در مورد اون 1% که اگر هیئت بره به هیئت دیگه ای که از 1% برمی‌دارن چقدر معمولا اتفاق میفته؟ کم، خیلی کم. درست ترین حالت چجوری بدونیم نمایندگان بند کدامن؟ یعنی چجوری بپرسیم؟ نماینده بند 1 که همه کار است، میاد میپرسه که کدوم پرونده میدونی که دست اون هیئت، باشه معلومه این نماینده بند 1. قاضی 2 حالت داره، یا خیلی پیره، آدم خیلی پیریه میشه قاضی بازنشسته، یا اگر ممکنه جوون باشه میشه حقوقدان مطلع. قاضی معمولا وسط میشینه، قبلا نماینده بند 1 وسط میشست و نماینده خودت هم میتونی بپرسی، نماینده خودت هیچ اشکالی نداره، میتونی بپرسی دیگه. در مورد مالیات خانه‌های خالی، در مورد این خونه‌هایی که ساخته میشه و زمین قولنامه هستش و پایان کار ندارن چطور تشخیص داده میشه؟ زمین قولنامه است، پایان کار ندادن، ما اصلا این بهش نمیخوره میلاد جان، سلامت باشید، اصلا بهش نمیخوره. خب من درباره شورای ذره بیشتر باید صحبت کنم. شورای عالی مالیاتی یک مرجع غیر حضوریه. من دارم نکات شورا رو میگم بچه‌ها. شورای عالی مالیاتی یک مرجع غیر حضوریه. چجوری باید اعتراض ثبت بکنیم؟ از طریق همون مای تکس، همون پروسه‌ای که مثل بقیه است، این هم مثل اوناست، فرق نمی‌کنه. غیر حضوری ثبت میشه. خب نکته بعد، شورای عالی مالیاتی مالیات تعیین نمی‌کنه. خیلی شاید براتون جالب باشه، مالیات تعیین نمی‌کنه. 2 تا بچه‌ها مرجع هستن تو کل پروسه دادرسی مالیاتی، اینا مالیات تعیین نمی‌کنن. چجوری پس رأی میده؟ آها، 2 حالت ممکنه رأی بده. حالت اول بیاد، ما از کجا رفتیم شورا؟ تجدید نظر. حالت اول بیاد رأی تجدید نظر رو تایید بکنه، یعنی حرف مؤدی رد میشه. حالت دوم رأی تجدید نظر رو نقض بکنه، یعنی حرف من قبول کنه، من مؤدی رو. اگر رأی تجدید نظر رو تایید بکنه که من باختم، برگ قطعی برای من صادر میشه، بازم میتونم برام بالاتر، حال بهش میرسیم. اما اگر نقض بکنه، یعنی حرف من مؤدی رو قبول کرده، خب خودش که مالیات تعیین نمیکنه، پس چی میشه؟ ما یه ماده‌ای در قانون مالیات‌های مستقیم داریم بهش میگن هیئت هم‌ارز، با عینها، هیئت هم‌ارز.
موضوع ماده 257 بخونیم با هم. میگه در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه، حالا هم شعبه شورا منظورشه هم دیوان عدالت اداری، نقض میگردد، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد که بهش میگن هم ارز. حالا میگم چرا میگن هم ارز. خب میگه مرجع مزبور یعنی هم ارزه مجدداً به موضوع مالیاتی با رعایت نظر شعبه شورا رسیدگی و رأی میده که رأیش هم قطعیه. این هیئت هم ارز حضوریه، یعنی ساختارش هم نه آدما، ساختارش هم مثل اون باید تجدید نظره، 3 نفر باید بشینن و من دعوت بکنه فلان. خب چرا بهش میگن هم ارز؟ خوب نگاه کن اینجا رو ببین. من رفتم تجدید نظر، رأی بهم نداد، اومدم شورا بهم رأی داد، نقض کرد اینو. خب شورا کیو نقض کرد؟ تجدید نظر رو. داره پرونده رو کجا میفرسته؟ هم ارز. چرا بهش میگن هم ارز؟ چون در ارز اینه، به همین بهش میگن هم ارز، چون در ارز هیئت تجدید نظره. خب پس شورای عالی مالیاتی یا نقض میکنه یا تایید میکنه. من بذار ببینم یه دونه رأی شورا میتونم بهتون نشون بدم. حالا این وسط مسطا رأی شورا، نه این نمونه رو نگاه کن مثلا. مثلا اینا هم ارزشه. بذار مثلا این الان کدوم پرونده است؟ ببینم. ایمنتک. یه شرکت درست قدیمیه، سال 91، ولی حالا فرمت که همونه که یعنی عوض که نشده که. الان رأی شورا رو نگاه کنیم. شورا ببین چه جوری رأی داده. بریم ببینیم که نقض کرده یا تایید کرده. خب بالاش میزنه کدوم شعبه رفته، چون ما قبلش نمیدونیم کدوم شعبه رفته. زمانی که رأی بیاد تازه میفهمیم. همیشه هم همین شکلیه. رأی شعبه 4 ناکام میبینی؟ خب بالا مشخصات معدی رو مینویسه، پایین این اطلاعات رو مینویسه، خلاصه واخواهی یعنی اون چیزی که معدی لایحه داده اونو مینویسه و رأی شعبه 4 همیشه آخرش هم چی نوشته؟ اینجا اینها. لذا بنا به مراتب فوق الاشعار به رأی صادره ایراد نقص رسیدگی وارد بوده و نقض می‌گردد و شعبه پرونده امر را جهت بررسی مجدد به هیئت 257 احاله می‌نماید. خب می‌فهمیم که نقض کرده. سوال اینجا نوشته نقص رسیدگی، این یعنی چی؟ ببین سازمان مالیاتی یک بخشنامه‌ای صادر کرد که به نظر من از دستش در رفت. اومد گفتش که